پرونده قتل خانواده واتس، یه پرونده جنایی دیگه و کلی رمز و راز که قراره توی این ویدیو بهش بپردازیم. اما قبلش حتما کانال ما رو سابسکرایب کن و یادت نره که این ویدیو رو هم لایک کنی. پرونده واقعی قتل خانواده واتس. شب 13 آگوست سال 2018 تو شهر آروم و کوچیکی به اسم فردریک تو ایالت کلرادو زنی به اسم شانان واتس از سفر کاری برگشت. آیفون خونشون آخرین تصویر اون رو ضبط کرد. اما هیچ کسی نمیدونست که اون تصویر قرار آخرین تصویر از شانان زنده باشه. خونه‌ای که توش زندگی میکرد پر از عکسای خانوادگی و لبخند و شادی بود که بعدها به صحنه یکی از وحشتناکترین جنایت‌های خانوادگی چند دهه اخیر توی آمریکا تبدیل شد. شانان 34 سالش بود. به گفته همسایه‌ها و دوستانش اون همیشه پر انرژی و لبخند بر لب بود. اون فعال تو بازاریابی شبکه‌ای بود و همیشه تو شبکه‌های اجتماعی از عشق به شوهرش که کریس واتس بود و 2 دختر کوچولوش به اسمهای بلا و سلست می نوشته. تازه باردار بوده و قرار بوده که پسرشون نیکو رو به دنیا بیاره. اما خب زندگی اونجوری که میخواستن پیش نرفت. خانواده‌ای که از بیرون بی نقص به نظر میمدن، اما همه چیز از داخل تغییر کرد. صبح روز بعدی که شانان از سر کار برگشت، هیچ کس نتونست باش تماس بگیره. قرار بود دکتر بره که نرفت. بهش چند تا پیام داده بودن که هیچ کدومم جواب نداد، تا اینکه دوست نزدیکش به اسم نیکول اتکینز تصمیم گرفت به بهش سر بزنه. اما وقتی رسید همه چیز عادی بود. ماشین شانان توی گاراژ، موبایل و کیفش هم روی کانتر آشپزخونه بود. اما عجیب این بود که از خودش و بچه‌ها خبری نبود. نیکول سریع با پلیس تماس گرفت. وقتی مامورا رسیدن خونه به طرز عجیبی ساکت بود. انگار که هیچ کسی تا حالا اونجا زندگی نکرده. کریس شوهر شانان هم کمی بعد از محل کار برگشت. بعد جلوی پلیس گفت که من از اون خبر ندارم و شاید هم شانان یکم وقت خواسته باشه برای خودش. بعد از چند ساعت خبرنگارا هم به اونجا رسیدن. با کریس مصاحبه کردن و اون جلوی خبرنگارا ظاهر شده گفت لطفاً شانان رو پیدا کنین. لطفاً دخترام رو پیدا کنین. من میخوام اونا برگردن. خونه بدون اونا واقعا خالی. اما خب پلیس از همون اول بهش مظنون شد، چون حرکاتش خیلی سرد و عجیب غریب بود. لحن صحبت کردنش، چشماش و حتی لرزیدن صداش عجیب بود. دوربین همسایه نشون میداد که صبح همون روز کریس چند بار وسایل رو بین ماشین‌های شخصی و خودروی کاریش جابجا کرده. وقتی ازش پرسیدن گفت که وسایل کارم بوده. اما مامورا شک کردن و کل اون منطقه رو گشتن. اما متاسفانه چیزی پیدا نکردن. اما کارشون به همینجا ختم نشد. کریس به اداره پلیس رفت. نتیجه تست دروغ سنجش مثبت در اومد و زیر فشار بازجویی بالاخره لب به اعتراف باز کرد. اول گفت که شانان بچه‌ها رو کشته و اونم از شدت عصبانیت اونها رو خفه کرده. اما هیچ چیز با شواهد نمیخوند. نه رد خونی و نه آثار کبودی. ساعتی بعد اعتراف واقعی از زبون اون بیرون اومد. صبح 13 آگوست شانان درباره جدایی حرف زد. کریس گفت که حس خفگی میکنه. حس میکنه زندگیش داره تموم میشه و درست همونجا روی تخت روی سینه همسر باردارش نشست و اون رو خفه کرد. بعد 2 دختر کوچیکش رو بیدار کرد و گفت بیاید مامان خوابیده و اونا رو سوار ماشین کرد و به محل کارش تو سایت نفتی آنادارکو برد و اونجا 2 دخترش رو کنار چاهای نفت خفه کرد. بر طبق گفته خود قاتل
آخرین جمله بلا دخترش این بود: بابا لطفاً من رو نکش. 3 روز بعد جسدها رو پیدا کردن. شانان تو گوری کم عمق دفن شده بود. اما اون 2 دختر بیچاره تو چاهای نفتی جداگونه بودن. بعد از درز این خبر به رسانه‌های اجتماعی و محلی‌ها و حتی ایالت کلرادو، کل ایالت توی شوک فرو رفته بود. بعد از چند روز بازجویی‌های مداوم، انگیزه کریس هم مشخص شد. کریس با همکارش نیکول کسینگر وارد رابطه پنهانی شده بود. پیام‌هاشون نشون میداد که کریس تو خیال خودش داشت زندگی تازه‌ای رو با نیکول میساخته. دنیایی بدون بار مسئولیت. دادستان گفت که اون خانواده‌اش رو از سر راه برداشت تا زندگی آزادی داشته باشه. بعد از تشکیل پرونده و ارسال اونها به دادگاه، تو 6 نوامبر 2018 کریس واس توی دادگاه به 5 فقره قتل و چند اتهام دیگه اعتراف کرد. تو 19 نوامبر قاضی حکم 5 بار حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط رو به کریس داد. اون حالا توی زندان ویسکانسین محبوسه. مردی که نه فقط خانواده‌اش بلکه اعتماد یک ملت رو از بین برد. سال 2020 هم نتفلیکس مستندی به اسم American Murder: The Family Next Door رو ساخت. این مستند با الهام از همین قضیه ساخته شده بود. استفاده از فیلم‌های واقعی، پیام‌های شانان و بازجویی‌های کریس این مستند رو متمایز کرده. وقتی به این پرونده فکر می‌کنیم فقط یک جنایت ساده نیست. این آغاز یک فاجعه و فروپاشی اعتماد و انسانیت. روانشناسا این نوع قتل رو انهدام خانواده می‌نامند. وقتی فردی برای شروع زندگی جدید و بدون مسئولیت همه گذشته‌اش رو نابود میکنه. اما هیچ تحلیل علمی نمیتونه درد واقعی مادر، پدر و دوستان قربانیان رو بفهمه. شانان، بلا سلست و نیکو، 4 نام که برای همیشه تو حافظه عمومی ثبت شدن. اونها یادآور اینن که پشت عکس‌های خندون و کپشن‌های عاشقانه دروغ و فریب‌های مرگباری پنهان شده. و شاید مهمترین پیامی که از این پرونده گرفتیم اینه که به نشونه‌ها توجه کنیم. سکوت، سردی و فاصله گاهی از 1000 فریاد هم بلندتره. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. این ویدیو رو لایک کنین و یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.